در تجربه کردن کار با ابزار، مداد، زغال، رنگ روغن، گاهن ممکنه ما دچار یک خطا بشیم. اینکه چجوری مداد رو در دست بگیریم یا با قلمو کار کنیم، از اولین پرسش‌های ما برای شروع مسیر نقاشی یا طراحی کردنه. اما بعد از مدتی کار، پرسش از دوستان یا اساتید و تجربه کردن، میتونیم این مهارت‌ها رو کم کم به دست بیاریم. سوال مهم اینجاست که آیا همه ماجرای تصویر به همین جا ختم میشه؟ اگه اینطور باشه، پس چرا استادان بزرگ تاریخ سالهای زیادی رو صرف نگاه کردن، درک مفاهیم پایه و ارکان تصویر میکنن؟ برای یاد گرفتن نقاشی، مثل هر علم دیگه‌ای، نیازمند آگاهی از یک زبان هستیم. بخشی از این آگاهی نه به واسطه خوانش یک متن، بلکه به واسطه انجام تمرین‌هایی که وابسته به تاریخ هنر هستند و از دل دستاوردهای تاریخی بیرون میان. تمرین تونالیته یکی از این شرح تمرین هاست که کمک میکنه چه در فضای طبیعت قرار میگیریم، چه بخوایم از یک پورتره، یک طراحی با بازه های خاکستری انجام بدیم، بتونیم این درجات رو دقیق کنار همدیگه بچینیم به طوری که کارمون به تونالیته منجر بشه، یا بهتر بگم تونالیته در کار ایجاد بشه.